خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله ثم اما بعد. خب در کتاب ریاض الصالحین حدیث 372 در رسیدیم که امام نووی میگوید در زیر حدیث 372: و عن اسیر بضم الحمزه و فتح السین المهمله، یعنی اسیر حرکتی که گذاشتیم همین رو میگه که او همزه را ضمه که سین یعنی شین نباشه، اسیر نخونیش سینش بخون. ابن عامر، از اسیر ابن عامر رضی الله عنه روایت است و یقال ابن جابر و بعضی میگن که ابن جابر است، ابن عامر نه و ابن جابر است. قال گفت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اتى عليه امداد اهل اليمن سألهم. میگه که بود عمر رضی الله عنه، عمر ابن خطاب رضی الله عنه، اذا اتى عليه امداد اهل اليمن، هرگاهی که می آمد نزد حضرت عمر، یعنی که برای حج کردن و برای زیارت و برای هر چیزی که نزد حضرت عمر می آمدن، امداد اهل الیمن، امداد یعنی که مردمی کمک رسان برای مجاهدین یا سپاه کمک رسانش میگن. خب همین ها اگر که می آمدن نزد حضرت عمر رضی الله عنه که همین ها از اهل یمن بودن، سألهم، حضرت عمر رضی الله عنه سوال میکردن همین گروه را، همین یمنی را سوال میکردن، میگفتن که افیکم اویس بن عامرین، یعنی آیا در بین شما اویس ابن عامر هست؟ اما اویس قرنی که میگیم همون، اما اویس قرنی در بینتون هست؟ حتی اتا علی اویس رضی الله عنه، حتی یعنی که همین چیز پرسان میشد، یعنی که حتی تا این کی، یعنی تا هر گروهی که میومد میپرسید، هر گروهی که میومد میپرسید. اتا علی اویس رضی الله عنه، یعنی که آمد اویس رضی الله عنه، اویس رضی الله عنه اکنون آمد رسید. فقال له، پس گفت از برای اویس حضرت عمر رضی الله عنه که انت اویس ابن عامرین، گفت که تو اویس ابن عامر هستی؟ قال نعم، اویس قرنی گفت که بله. قال من مرادین، گفت آیا تو از قبیله مراد هستی؟ ثم من قرنین، بعد با قبیله مراد بگیم با در داخل قبیله مراد با یک مکانی بگیم جای زیستی همین اویس، گفت تو از قرن هستی؟ قال نعم، گفت بله. قرنی برای میگیم اویس قرنی، یعنی قرن بگیم از دهه قرن است، از که همون جایی که زندگی میکرد، یعنی قبیله مراد و محله قرن. گفت که تو از همون محله قرن هستی؟ گفت که نعم. قال، پس حضرت عمر گفت فکان بک برسون، پس گفت یعنی بود با تو یا بیمار بودی تو، گرفتار بودی تو به بیماری برس، به بیماری پیسی سفید چوی که در پوست پیدا می شود. فبرأت منه، پس تو شفا یافتی از همین بیماری پیسی، از بیماری سفید چوی پوست. الا موضع درهم، مگر گفت یک موضع درهم در بدن گفت ماندگی است، یعنی که ساز نشده است، یعنی که از این شفا یافتی و فقط یک موضع درهم ماندگی است. قال نعم، اویس گفت که بله. قال لك والدتون، گفت تو مادر داری؟ قال نعم، اویس گفت بله. یعنی که این صفاتایی بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اویس هم خیلی بیان کردگی بود. برام خاطر حضرت عمر این سوال ها را دمی دردم پرسیده سه، برای چی؟ تا اینکه یقین شود، تا اینکه آنچه که جستجو کرده سه آیا همون هست یا نیست. برام خاطر سوال را دمی دردم پرسید. اکنون بعد که یقین کرد که این اویس قرنی است، گفت قال حضرت عمر رضی الله عنه گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، یعنی شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید یاتی علیکم اویس ابن عامرین، یعنی می آید نزد شما اویس ابن عامر، نزد شما اویس ابن عامر می آید، مع امداد اهل الیمنی من مرادین، همراهی لشکری کمک رسانی که از مراد هستند، از قبیله مراد هستند. ثم من قرنین، بعد از قرن هستند که جای زیستشون محلشون قرن هست. کان بهی برسون، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که همین اویس
برص داشت، یعنی که پوست سفیدچوی، بیماری پوست سفیدچوی داشت. فبر امینه، شفای یافتگی بود، پس شفای یافتگی بود از همین بیماری برص. الا موضع درهم، مگر یک جای درهم، یک موضع درهم بر این مکانش ماندگی هست. له والدتون، یعنی که اویس مادر دارد. هو بها برون، یعنی اویس بیها، یعنی که همین مادرش رو بر هست، یعنی که بسیار خدمتگار مادرش است. لو اقسم علی الله لابره، اگر قسم یاد کند اویس به الله، لابره، حتما الله تبارک و تعالی قسمی اویس را تحقق میبخشد، یعنی که هر قسمی که یاد کند قسمش عملی میشد، به وجود میآید. فاین استطعت ان یستغفر لك ففعل، پس اگر که بتوانی تو ان یستغفر لك، این که استغفار طلب کند برای تو، ففعل، پس بکن. یعنی اویس را دیدی همین صفاتاتی، اگر توانست از اون دعا گرفته، پس دعاش بگیر. فاین استطعت، پس اگر توانی ان یستغفر لك، یعنی طلب مغفرت کند برای تو، یعنی دعا کند در حق تو، ففعل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پس انجام بده، یعنی دعاش بگیر. پس حضرت، این حدیث پیغمبر بود تو اینجا. اکنون حضرت عمر میگوید که فاستغفر لی، پس طلب مغفرت کن برای من، یعنی من رو دعا بده، دعای مغفرت کن. فاستغفر له، پس طلب مغفرت کرد اویس برای حضرت عمر رضی الله عنه. فقال له عمر، پس برای اویس عمر گفت، اویس رضی الله عنه را عمر رضی الله عنه گفت که این تريدو، یعنی که جا میخواهی بروی، یعنی سفرها بخیر. قال الکوفه، گفت میخوام کوفه بروم. الکوفه یعنی میخواهم کوفه بروم. قال، پس حضرت عمر گفت الا اکتب لك الى عاملها، آیا ننویسم برای تو نامه به والی کوفه، عاملش یعنی کارگری همون کوفه، یعنی که والیش یعنی که کارگزار رو بگیم رئیسی کوفه، با اون گفت من نامه بنویسم. قال، اویس جواب داد که اکون فی غبراء الناس احب الیه، اویس گفت که باشم در بین فقیران مردم، غبراء الناس یعنی فقیران مردم، عمومی مردم، در بین عامه مردم باشم، احب الیه، گفت این برای من بهتر است. از اونه که با اون والی را وقتی که نامه می نویسی و بعد میاد و بگیم پیشواز و بگیم تشویشات و این چیزهایی که هست، از این در گفت نه، من بین مردمی آمده باشم، گفت بین کمبغلا دا باشم، برای من گفت احب است، دوست داشته تر هست. خب فلما كان من العام المقبلی، پس زمانی که فرا رسید سال مقبل، یعنی سال آینده آمد. حج رجل من اشرافهم، یعنی حج کرد مرد از بزرگانی قبیله اویس، یکی از بزرگانی همین قبیله، یعنی که اویس یک عادت داشت، بگیم یک این عبادتاش و این چیزاش خاص بین خودش و الله بود، یعنی آشکار نمی کرد. ولم خاطر میگه که حج رجل من اشرافهم، حج کرد مرد از اشراف خود قبیله اویس. فوافق عمر، پس ملاقات کرد با حضرت عمر رضی الله عنه، یعنی حضرت عمر دید. فسأله عن اویس، پس پرسید حضرت عمر همون مرد رو، اشراف همین از قوم اویس رو، عن اویس، از اویس قرنی را پرسید. فقال ترکته رث البیت قلیل المتاع، گو من اون را گذاشتم، رث البیت یعنی خانه کهنه بود، یعنی آخران باره که دیده بودمش، ترکتون ترک کردم من وی رو، یعنی آخران باره که من وی رو دیدم رث البیت بود، یعنی خانهش خانه قدیمی کهنه بود. قلیل المتاعی، وسایلش خیلی کم بود، خورد و خوراک و بگیم چیزایی که استفاده میبرد در حیات زندگیش، این میگه بسیار کم بود. قال، پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت، یعنی که این اشراف همون قوم بود اما نمیدونست اویس کی است. قال، اکنون حضرت عمر همین اشراف قوم خودی اویس میگه، گفت که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید یاتی علیکم اویس بن عامر من امداد اهل الیمن من مراد،
می آید نزد شما اویس ابن اویس ابن عامر همراهی کمک رسانان، یعنی که سپاهان کمک رسانی که از اهل یمن هستند، از قبیله مراد هستند، ثم من قرن، یعنی از مکان، از جای، از قرن هستند. کان بهی برسون، یعنی که اویس گرفتار شدگی بود با کسل پوست. فبرأ منه، پس شفا یافتگی بود از این کسل پوست. الا موضع درهم، مگر یک موضع درهم، یعنی یک جای درهم شفا یافتگی نیست. له والدتون، یعنی وی مادر دارد. هو بها برون، اویس یعنی با مادرش بسیار بر است، بسیار خدمتگار و بسیار خدمت میکند. لو اقسم علی الله لابره، اگر که اویس قسم بخورد به الله، قسم یاد کند به الله، لابره، حتما الله تبارک و تعالی قسم اویس را تحقق میبخشد، عملی میگرداند. فاین استطعت ان یستغفر لك ففعل، پس اگر که توانی که استغفار کند برای تو، پس انجام بده. اکنون این گپارا، این حدیث پیغمبر باز حضرت عمر برای اون مرد از اشراف قوم اویس گفت. اکنون این قوم بگیم از نزد حضرت عمر بازگشتن، از حج کردن بازگشتن به نزدیک قبیله اشون، به قبیله مراد. فاتا اویسن، اکنون این مرد خبر دیگر شنید که این اویس یک انسان بزرگی بوده است. فاتا اویسن، پس این مرد رفت پیش اویس رفت. فقال، پس اویس گفت که استغفر لی، یعنی طلب مغفرت کن برای من، یعنی در حق من دعا کن. قال انت احدث عهدا بسفر صالح، یعنی تو نو احدث، یعنی تو نو آمدگی هستی از سفر صالح، از سفر نیک، یعنی از سفر حج نو آمدگی هستی. انت احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لی. خب فقال استغفر لی، قال انت احدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لی. قال لقیت عمر، خب میگد که تو نو از سفر صالح آمدگی هستی، یعنی از سفر نیک آمدگی، یعنی از سفر حج. فاستغفر لی، پس تو طلب مغفرت کن برای من. یعنی این گپا کی گفت؟ این گپا اویس ابن قرنی گفت. برای خاطر این قولا را اهمیت بدین که فاتا اویسن، پس آمد همین مرد نزد اویس. فقال، پس همین مرد گفت، اویس گفت که استغفر لی، یعنی طلب مغفرت کن ای اویس برای من، از الله تبارک و تعالی مغفرت بخواد، دعا کن در حق من. قال، اکنون قال کی است؟ اویس است. اویس گفته که انت احدث عهدا بسفر صالح، یعنی تو نو از سفر صالح آمدگی هستی، تو مرد نو از حج آمدگی هستی. فاستغفر لی، پس تو طلب مغفرت کن برای من. یعنی اویس از این مرد دعا خواست. قال لقیت عمر، اکنون این مرد دید که دعا نمیکنه، در حقش شروع کرد با قصه را بیان کردن. گفت وا خوردم با حضرت عمر، یعنی ملاقات کردم با عمر. قال قال لقیت عمر، کی گفت؟ اویس گفتش که لقیت عمر، یعنی که عمر قط ملاقات کردی؟ قال نعم، اون مرد گفت که بله. فاستغفر له، انا اکنون دعا کرد در حق اون مرد. فاستغفر، یعنی که طلب مغفرت کرد از برای همین مردی اشراف قومش. ففتن له الناس، پس شناختن حضرت اویس را مردم، دیگر آوازه شد، دیگر در همه بین مردم آوازه شد. فانطلق علی وجهی، فانطلق فخرج، یعنی حضرت عمر ترک کرد قرن را، این قبیله را ترک کرد. علی وجهی یعنی که بر وجه، یعنی که زود ترکش کرد. وقتی که دید که در بین مردم فاطینه، یعنی که شناخته شد، مشهور شد، مردم دانستش. فانطلق علی وجهی، زود ترک قبیله اش کرد، فهمو؟ یعنی برفت، به خاطر اینه که بسیار مشهور نشود و مردم در اطرافش جمع نشوند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است. و فی روایت لمسلم ایضا، و در یک روایت دیگری از مسلم همچنین روایت است که عن اسیر بن جابر رضی الله عنه ان اهل الكوفه وفدوا الى عمر رضی الله عنهم و فیهم رجل ممن کان یسخر بأویس. میگه که از اسیر بن جابر رضی الله عنه روایت است ان اهل الكوفه، هر اینا مردم اهل کوفه،
وفدوا الى عمر رضی الله عنهم، یعنی آمدند نزد عمر رضی الله عنه، و فیهم رجل، و در بین همین قومی که نزد حضرت عمر اومدگی بود مردی بود که ممن کان یسخر بأویس، از جمله کسانی بود که یسخر بأویس، یعنی مسخره میکرد، مذاق میکرد اویس رضی الله عنه. یعنی که اویس بسیار حالی بیچاره و حال بود و بگیم مشغول به عبادت خودش بود، این چیزا که بود مسخرهش میکرد، مردم نمیدونست که اویس کی است. فقال عمر، پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت که هل ها هنا احد من القرنیین، یعنی که آیا اینجا کسی از قرنیین هست، یعنی از بگه محله قرن آیا یگان کس هست؟ فجاء ذلك الرجل، پس آمد همون مردی که اویس قرنی را مسخره میکند. فقال عمر، پس عمر رضی الله عنه گفت که این رسول الله صلی الله علیه و سلم قد قال، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعا گفتگی است که این رجلا یاتیکم من الیمن یقال له اویس، هر آینه مرد میآید نزد شما از یمن، گفته میشد وی را اویس، یعنی نامش اویس است. لا یدع بالیمنی لا یدع بالیمنی غیر ام له، یعنی نمیگذارد در یمن مگر مادرش را، یعنی هیچ چیز ندارد. یک انسان کم بغل، یک انسان نادار است، فقط یک مادر دارد و در یمن همچنین فقط مادرش میماند و میآید. قد کان به بیاض فدع الله تعالی، واقعا میگه بود به همین اویس قرنی، به همون مردی که میآید اویس، بیاض یعنی سفیدی، یعنی همون پیس شوی بگیم سفید شوی پوست، براس و بیاض هر یک اصل است. براس همون سفید شوی پوست، یا بیاض سفید شوی پوست، همون پیس شدن میگیم. فدع الله تعالی، پس طلب کرد از الله تبارک و تعالی، یعنی که این اویس در حق خودش دعا کرده، در حق خودش طلب کرد از الله تبارک و تعالی. فاذهبه الا موضع دینار او درهم، پس برد همون سفیدی رو الله تبارک و تعالی مگر یک موضع دینار یا یک درهم، یا موضع دینار یا موضع درهم، همین قدر جا موندگی است و خلاص دیگه همه سفیدی رو الله از بین برد. فمن لقیه منکم، پس هر کسی که ملاقات کند با اویس از شما، یعنی کدام شما اویس رو دیدید، فلیستغفر لکم، پس طلب مغفرت بکند اویس برای شما، یعنی در حق شما دعای نیک بکند. و فی روایت له، و در یک روایت دیگر آمده است ان عمر رضی الله عنه قال، هر آینه عمر رضی الله عنه گفت اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، هر آینه من شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید این خیر التابعین رجل یقال له اویس، هر آینه بهترین تابعین مرد است، اون را اویس میگویند، نامش اویس است، یعنی اویس از جمله تابعین است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو ندیده است. و له والدتون، و اویس مادر دارد، و کان به بیاض، و بود حضرت اویس گرفتار شده به بیماری بیاض، سفید شوی پوست. فمروه، پس بخواهید شما از اویس، فلیستغفر لکم، طلب مغفرت کند اویس برای شما، یعنی دعا کند اویس در حق شما. خب این است روایت ها درباره این مسئله. با همین حدیث 372 با پایان رسید. حدیث 373 وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت استاذنت النبی صلی الله علیه و سلم فی العمره فاذن لی، یعنی که اجازت خواستم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای ادا کردن عمره، فاذن لی، پس اجازت داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم من رو که عمره بکنم. و قال، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد میگه گفت، بعد اجازت داد که عمره کنی برام میگه گفت که لا تنسنا یا اخی من دعائک، یعنی فراموش نکن ما را ای برادر چم از دعایت. اخی برادر، جایی که از دوستداری بسیارم گفته می شود، یعنی که برادرم بسیار از محبت زیاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخیش گفتم، اخ بود که برادر، اخی برادرچه، اما جدا برادرچه نمیگیم بلکه میگیم از محبت گفتگی است، از دوستداری زیاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عمر اخی گفت. لا تنسانا یا اخی من دعائک،
یعنی فراموش نکن ما را ای برادر، ای برادرم از دعایت. فقال کلمتا، پس میگه گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلمه ای را که ما یسرنی ان لی بها دنیا، ما یسرنی یعنی خرسند نمیگرداند من را یا راضی نمیکند من را، ان لی بها دنیا یعنی ایواز کنم همین کلمه را با دنیا. اینجا دقت کنید که این مفهومش است، ایواز کنم همین کلمه را با دنیا، یعنی همین کلمه را بتیم و تمام دنیا را برام بتیم، من راضی نمیشم و خرسند نمیشم. یعنی پیغمبر بگیم یک با مهر و محبت و بگیم به یک دوستداری زیاد گلا تنسان یا اخی من دعایی، ما یسرنی یعنی راضی نمیشم، خرسند نمیکند من را، ان لی هر آینه از برای من است، بیها دنیا به سبب همین کلمه دنیا. این یعنی کم تا کلمه بگیم در ترجمه بهتر میشه، اگر یه ترجمهش کنیم ان لی هر آینه از من است، بیها به سبب همین کلمه دنیا. از اون بهترش میگم ان لی بیها دنیا، ایواز کنم دنیا را به همین کلمه دنیا را. فهمو؟ فقال کلمتا ما یسرنی ان لی بها دنیا، پس گو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلمه ای را که خرسند نمی کند من را، ایواز کنم به همین کلمه دنیا را. یعنی دنیا را در ایواز همین کلمه اگر برام بتیان مرا خرسند نمیکنه. این کلمه برای ما از دنیا ده بهتر است. و فی روایت قال، و در یک روایت دیگر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر گفت که اشرکنا یا اخی فی دعائک، یعنی شریک بگردان ما را ای برادرم در دعایت، یعنی در دعایی که میکنی ما را شریک بگردان، یعنی در حق ما هم دعا بکن. حدیث صحیح رواه ابو داود و ترمذی و قول حدیث حسن صحیح، حدیث صحیح قابل قبول است. یعنی پس این دلیل است که از یک برادر طلب دعای نیک کردن جایز و درست است، اما بعضیا منع میکنند متاسفانه. خب حدیث 374 آخرین حدیث باب. و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت کان نبی صلی الله علیه و سلم یزور قباء راکبا و ماشیا، بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارت میکرد قبا را راکبا و ماشیا، یعنی سواره و پیاده. گاه وقت سوار شدم بگم اگه چه سوار شدم قبا میرفت، گاه وقت پیاده میرفت، یعنی که قبا را زیارت میکرد. فیصلی فیه رکعتین، پس نماز میگذاشت در قبا دو رکعت نماز میگذاشت. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و فی روایتین، و در یک روایت دیگر آمده است که کان نبی صلی الله علیه و سلم یاتی مسجد قباء، بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفت مسجد قبا کل سبت، هر روز شنبه پیغمبر مسجد قبا میرفت، راکبا و ماشیا، سواره و پیاده، گاه وقت سواره میرفت گاه وقت پیاده. و کان ابن عمر یفعله، و بود ابن عمر رضی الله عنه انجام میداد همین کارا که پیغمبر میکرد، ابن عمر همین کارا میکرد. روزای شنبه سواره یا پیاده مسجد قبا میرفت حضرت عمر رضی الله عنه همچنین. پس این است حدیث این باب. پس این حدیث آخران همون در جای گفتن که مکانهای فضیلت دار روایت کردن، مکانهای با فضل است زیارت کردن. مسجد قبا از همون جمله جایهای هست که پر فضیلت هست. خب این بود این مسئله و درس امروزمون. بارک الله فیکم.